بهترین روش خوابیدن این شکلیه که رسول الله علیه السلام هم بهش توصیه کردن. قلبتون کمی در سمت چپ قفسه سینه قرار گرفته. اگه به پهلوی چپ بخوابید، نیروی جاذبه اندامای خودتون رو علیه شما به کار میگیره. نیروی جاذبه کبد بزرگ و سنگین و معده رو مستقیما روی قلبتون میکشه و به اون فشار وارد میکنه و باعث میشه قلب تمام شب در برابر این وزن اضافه کار کنه. اما وقتی به پهلوی راست میخوابید، وضعیت آناتومی بدن برعکس میشه. قلب تو بالاترین نقطه قفسه سینه قرار میگیره، کاملا آزاد و هیچ فشاری بهش وارد نمیشه. این وضعیت فوراً فشار خون رو کاهش میده. ضربان قلب در حالت استراحت رو پایین میاره و به جاذبه اجازه میده محتویات معده رو به راحتی به سمت روده هدایت کنه. این یه طراحی زیستی بی‌نقصه که 14 قرن قبل پزشکی رسول الله علیه السلام بهش توصیه کرده.